یه مزه جذاب دیگه با بادمجون. قول میدم این سری عاشقش میشی. بادمجونا رو روی گاز یا زغال خوب کبابی میکنی. پوستشون رو میکنیم و اونا رو خوب ساتوری میکنیم. داخل یه ظرف بادمجون ساتوری شده، زیتون، گردو، ریحون خورد شده، فلفل قرمز خورد شده، سیر، یه قاشق پنیر خامه‌ای و ماست یونانی یا ایسلندی، نمک، فلفل و کمی شویز رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. 2 ساعت داخل یخچال بهش استراحت میدیم تا مزه خوب به خورد هم بره. حالا داخل ظرف سرو میچینیم و با هر چیزی که دوست دارید میتونید تزیینش کنید. امیدوارم درستش کنید و خوشتون بیاد. مرسی که همراه